ARS شرکت مسئول نگهبین و پولچینی در شورای دوشنبه خوجند چنوق اولین رای پولکی تاجیکستان خبر داد که از 5 ایون عبور و مرور از طریق نقب استقلال که شمال تاجیکستان را با مرکز و جنوب کشور می پیوندد محدودیت جاری کرده می شود. بر اساس رجه نو محدودسازی حرکت واسطه‌های نقلیات که به گفت ARS در موافقه با ساختارهای دخلدار قبول شده است، دوام روز عبور و مرور ماشین‌ها از سمت خوجند و از سمت دوشنبه به نوبت صورت خواهد گرفت. در دوام روز عبور و مرور نقب استقلال برای ماشین‌هایی که از سمت دوشنبه به سمت خوجند حرکت می‌کنند از ساعت‌های 7 تا ساعت‌های 10 و از 13 تا ساعت 16 قطع می‌گردد و تنها از ساعت 10 تا ساعت 13 و از ساعت 16 تا ساعت 19 اجازت داده می شود. همین طور در دوام روز عبور و مرور نقب استقلال برای ماشین‌هایی که از سمت خوجند به سمت دوشنبه حرکت می کنند از ساعت 10 تا ساعت 13 و از ساعت 16 تا ساعت 19 قطع گردیده تنها ساعت‌های 7 تا ساعت 10 و از 13 تا ساعت 16 اجازت داده می شود. از ساعت 19 تا ساعت 6 حرکت تمام نمود نقلیات توسط نقب استقلال بدون یگان محدودیت صورت می گیرد. ARS از شهروندان خواسته است که سفر خویش را به رجه مذکور مطابق نمایند. محدود کردن حرکت نقلیات توسط نقب استقلال به ضرورت ترمیم آن بستگی داده می شود. نقب استقلال با تقریبا 40 میلیون دلار مبلغ گذاری ایران ساخته شده است و شمال تاجیکستان را با مرکز و جنوب کشور پیوست. تا بنیاد این نقب روا از ولایت سوخت به مرکز کشور توسط عقبه پرخطر انزاب انجام می شد که در فصل زمستان بسیار وقت بسته می شد. نقب استقلال هرچند شمال تاجیکستان را با مرکزش می پیوست ولی صفت پست ساختمانش مایه انتقادهای زیاد شده بود.